سلام علیکم. انشاءالله که کاملا صحتمند باشین و صبح پر انرژی رو شروع کرده باشین. در این ویدیو میخوایم بپردازیم به ادامه جلسه گذشته که ما در جلسه گذشته اگر یادتان باشه تا قسمت تیبل ها رو با همدیگه دیدیم که آخرین موضوعی بود که ما با همدیگه مطالعه کردیم که ما میتونستیم برای تیبل های ما باردر در نظر بگیریم، میتونستیم ایسل هایش از بین ببریم، میتونستیم در حقیقت اون پراپرتی های دیگه هم براش اساین بکنیم. بر فرض مثال اگر شما میخواستین اوسل های درونی هر تیبل رو از بین ببرین میتونستین در حقیقت از بوردر کلپس و ولیوی کلپس استفاده بکنه. یعنی اگر دقت کرده باشین شما قبلا چنین چیزی را داشتین که سل های داخلی برای شما باردر داشت. اگر باردرهای سل های داخلی رو میخواستین از بین ببرین میتونستین از پراپرتی باردر کلپس و کلپس استفاده بکنه. و همین قسم دیگه موضوعاتی را اینجا با هم دیگه دیدیم. در مورد تیبل سایز صحبت کردیم که سایز تیبل ما بود. میتونستیم در حقیقت هدر مرتبط با تیبل خود را مثلا هایتش زیادتر بکنیم یا ویتش زیادتر بکنیم. این کار رو میتونستیم همراه در حقیقت ویت انجام بدیم. دقت داشته باشه ما در جلسه گذشته توضیح دادیم که اگر میخواستین هدر را هایتش زیادتر بکنیم میتونین همراه این پراپرتی انجامش بدیم. و الی آخری چیزا رو با هم دیگه روز گذشته مطالعه کردیم. حتما من در مورد اینها براتون مثال کار میکنم. فعلا شما در مورد پراپرتی هایی که اینجا وجود داره بفهمین و اونها رو کار بکنین. انشاءالله از نظر در حقیقت اگزمپل و ای که من براتون یگان مثال هایی که کار بکنم نگران نباشین. من انشاءالله روز بعدی میتونم یگان مثال های خوبی رو برای شما کار بکنم که شما پراپرتی هایی که تا اینجا یاد گرفتین کامل بتونین استفاده بکنین. چیز زیادی از پراپرتی ها نمانده. یک 3 روز دیگه به احتمال زیاد کار داریم که بتونیم در حقیقت تمام پراپرتی هایی که در قسمت اول CSS توتوریال وجود داره با هم دیگه سپورت بکنیم. یک موضوع دیگه هم اینجا وجود داره که CSS ادوانس هست، در مورد اینم صحبت میکنه. فعلا ما این بخش خلاص بکنیم، یک چندان پروژه با هم دیگه کار بکنیم، باز میریم سمت CSS ادوانسی که در اینجا قرار داره. خب من امروز میپردازم به دیسپلی را باز میکنم. ببینن موضوعی که اینجا وجود داره اگر یادتون باشه ما یگان الیمنت هایی را داشتیم که دیفالت یک لیاوتی را برای خودش میگرفت. بر فرض مثال من در مورد دیو گفتم که دیو یک الیمنت بلاک هست، یعنی کل عرض صفحه وب را میگیره. یا مثلا دقیق اینجا برای شما آورده اگان اگزمپل هایی را، مثلا H1 تا H6 خب الیمنت هایی بودن که کل عرض صفحه را میگرفتن، یا مثلا فرم یا هدر یا فوتر یا سکشن یا پاراگراف. اینا قسم بودن که کل صفحه وب شما را یا عرض صفحه وب شما را میگرفتن. هرچند که شما در دیو می آمدین کانتنتش را کم میدادین ولی باز هم کل صفحه وب را میگرفت. به این همین یک بار دیگه ببینیم که شما مطمئن شوین و بعد میریم سمت موارد بعدی. من این را باز میکنم و میتونم این را پاکش بکنم. در این قسمت من در حقیقت اینجا هم نوشته میکنم CSS چیز خاصی، چون که کل موارد بعدی را هم میخوام اینجا در نظر بگیرم. از همین خاطر من این قسمت نوشته میکنم لورم مثلا 5. اگر دقت کرده باشین لورم 5 تا یا در حقیقت 5 تا ورد هست یا 5 تا کلمه هست. اگر بخوایم این را اجرا بکنم در این قسمت شما میبینین که اینقدر فضا را گرفته، ولی زمانی که این اسپکت میگیرم شما دقت دارین که کل عرض صفحه وب را گرفته. میبینین کل عرض صفحه وب را گرفته. یا همین قسم اگر من در این قسمت بیایم مثلا بگویم که سکشن و در داخل خود سکشن من نوشته میکنم مثلا لورم 6. اگر دقت کرده باشین من اینجا خب میام همین را رفرش میکنم. اگر دقت کرده باشین
من برای سکشن هم همین داستان رو دارم، یعنی کل عرض صفحه وب را گرفتم. ولی پراپرتی های دیگه هم داشتیم، المنت های دیگه هم داشتیم که کل صفحه وب را نمیگرفت، کل عرض صفحه وب را نمیگرفت. مثل چی؟ مثل اسپن. اگر یادتون باشه ما میتونستیم اینجا اسپن تعریف بکنه، مثلا لورمه مثلا 5 را اگه اینجا قرار تو همین قسم مثل تگ A که انکر تگ بود، مثلا اینجا نوشتم میکنم https google.com و اینجا کلیک می یا مینیو، مثلا در اینجا نوشتم میکنم مینیو. خب یا همین قسم مثلا میتونستیم از تگ ایمیج استفاده بکنیم که در این قسمت من خب ایمیجی فعلا ندارم، به خاطر همین من یک ایمیج اینجا ببینم که ایمیج اینجا داشتم یا نه. خب اینجا ایمیج ندارم، میتونم در این قسمت بیایم یک ایمیج را از اینجا کپی بکنم، میتونم همین رو کپی بکنم در این قسمت، میتونم پیستش بکنم. چنین چیزی رو من اینجا داشتم و اگر میخواستم ایمیجش را بخوانم میتونستم وارد اسست شم، وارد ایمیجز شم و همین ایمیج را اینجا بخوانم. اگر سیو بکنم و اینجا بیایم رفرش بکنم، خب اگر دقت کرده باشید ایمیج خیلی کلان شد. من میتونستم برای حقیقت از استایل استفاده بکنم، یک وت مثلا 100 پیکسل یا 50 پیکسل در نظر بگیرم و هایت 50 پیکسل هم براش در نظر بگیرم. اگه سیو بکنم شما در این قسمت چنین چیز را میتونن مشاهده بکنه که اگر من بیایم اینسپکت بگیرم در این قسمت، شما مشاهده میکنید که این سه دانه المنت به صورت اینلاین کار میکنن، یعنی به اندازه کانتنتشان آمدن عرض صفحه وب را گرفتن. ببینن این انکر تگ به اندازه کانتنتش آمده عرض صفحه وب را گرفتن. اگه کانتنت زیاد شوه مثلا مینو مثلا 1، ببینن اگر من این را ببینم اینه یک ذره کلانتر شد. چرا؟ چون که به اندازه کانتنتش آمده فضا گرفته. همین قسم ایمیجی که اینجا وجود داره به اندازه کانتنتش آمده فضا گرفته. اگر من این را مثلا بزرگتر بکنم شما میبینید که در حقیقت برای من میاد کلانتر میشه. ببینید پس به اندازه کانتنتش آمده فضا گرفته. این هم همین موضوع براش وجود داره. ما حالا میخوایم در حقیقت حالت اینها رو چنج بکنم، یعنی من میخوایم بگویم که اسپنی که به صورت اینلاین هست میخوایم به صورت بلاک کار بکنه. خب یا این ایمیجی که اینجا وجود داره به صورت اینلاین کار میکنه، دیفالت به صورت اینلاین کار میکنه، من میخوایم به صورت بلاک کار بکنه. نیاز دارم دیگه. بعض وقتا بر فرض مثال شما اگر بخواید این مینیو ها رو جور بکنن، این مینیو هایی که در قسمت بالا وجود داره، این مینیو ها با استفاده از LI هم جور میشه، با استفاده از در حقیقت انکر تگ هم جور میشه یا تگ A. بیاین اینو با هم دیگه جور بکنیم ببینیم چه قسم میشه. من کاری که اینجا انجام میتونم، ببینن من برای که بتونم در حقیقت یک مینوی جور بکنم من اینا رو پاک میکنم و اینجا هم از استایل استفاده میکنم. ببینن در این قسمت من کاری که انجام میتونم نوشتم میکنم UL درسته است on their list. شما مینیو هایی که جور میکنیم باید همین قسم جور بکنیم. این مینیو رو من میخوایم جور بکنم. در این قسمت من کاری که انجام میتونم نوشتم میکنم LI. چند دانه LI براش در نظر میگیرم، مثلا 2 دانه 3 دانه. نوشتم میکنم که HTML، یا قبل از اینکه مثلا HTML رو اینجا قرار بدم از تگ A استفاده میکنم و این رو انتقال میتونم به صفحه HTML. باشه یک مثال کاربردی تر و جامع تری رو بزنیم. اینجا من کاری که انجام میتونم نوشتم میکنم about. خب در این قسمت و اینجا من این رو انتقال میتونم به about.html. about.html همینجا کرییتش میکنم. مثال بزنم که کاربردی تر باشه. about.html یک موضوع که اینجا هم من به این صورت نوشتم میکنم پاراگراف، قبلش h1 about us page و لورم اپسون به همین سادگی ای شد از about که در حقیقت اگر روی ای کلیک کردم من انتقال میتونم به about. درست است؟ همین قسم من در اینجا تگ ای دیگه هم در نظر میگیرم. اینجا یک دانه contact.html در نظر میگیرم. اینجا html
و در این قسمت میتونم بگویم که H1 contact us page درست است و لورم میتونم ببخشید اینجا تگ پی استفاده میکنم لورم و اینجا میتونم یگان اینپوت هایی رو قرار بدم. مثلا فرم داره ما اینجا مثلا میگم خب اینجا تگ فرم داریم. تگ فرم رو ما با هم دیگه مطالعه کردیم دیگه. بله تگ فرم که در خود HTML با هم دیگه دیده. و در این قسمت میایم از لیبل استفاده میکنم که مثلا نیم باشه و اینجا هم میایم از اینپوت استفاده میکنم و دوباره یک بیار قرار میتونم دوزن بیار قرار میتونم یک لیبل دیگه استفاده میکنم و اینجا فامیلی باشه، اینجا هم اینپوت باشه و اینجا هم بی آر و بی آر، همین سادگی. و در انتها هم میتونم یک اینپوت بانم، تایپش را سابمیت بانم و ولیوش را میتونم سابمیت بانم به همین سادگی. خب چنین کاری میتونستم اینجا انجام بده برای کانتکت. و در این قسمت هم من نوشته کردم میتونم کانتکت آس به همین سادگی و این را من انتقال میتونم به کانتکت. خب دو دانه لینک شد و لینک آخری را هم میتونم مثلا یک انکر تگ قرار بدم و در این قسمت میتونم بگویم که چی نوشته بکنم که کاربردی تر باشه. مثلا کورسز همین سادگی. و در این قسمت میتونم نوشته بکنم که course.html و در این قسمت یک صفحه ساده باشه. اینجا هم کورس در نظر میگیرم، اینجا h1 courses page و اینجا تگ پاراگراف لورم و اینجا هم میایم این را به کانتکت تبدیل میکنم، کانتکت، و این را هم به about تبدیل میکنم، about. همین سادگی من تونستم این را جور بکنم. حالا ببینین اگر من این را بیایم سیو بکنم، در این قسمت هم من طبیعتا کورس را دارم. اگر من اینجا سیو بکنم فعلا اگر من اینجا رفرش بکنم شما چنین چیز را اینجا میبینین شما چنین چیزی را اینجا میتونین مشاهده بکنید. ولی من به این صورت خب منیوهایم نیست، منیوهایم به صورت افقی اینجا قرار داره ولی اینجا به صورت عمودی نشان دادم. من باید چی کار انجام بدم؟ ببینین در این قسمت من میتونم برای چک استایل در نظر بگیرم و میتونم برش بگویم که تو بیا همه الای ها رو انتخاب بکن و دیسپلیشان را برای من اینلاین بکن. چرا گفتم دیسپلیشان را برای من اینلاین بکن؟ باشه قبل از اینکه من این را قرار بدم یک نگاهی بندازم. ببینیم از زمانی که اینجا بیایم اینسپکت بگیرم هر المنت الای ما در این قسمت یا اصلا کل آنوردر لیست برای من آمده در حقیقت کل عرض صفحه وب را گرفته. میبینین کل عرض صفحه وب را گرفته، حتی الای ها کل عرض صفحه وب را گرفتن، هر کدامشان عرض صفحه وب را گرفتن و نمیمانن که پیش رویشان مثلا کانتکت آس در کنار about قرار بگیره یا در کنار کانتکت آس بیایم مثلا کورسز قرار بگیره، چون به صورت بلاک کار میکنن دیگه. درست است؟ اگر من حالت اینها رو تغییر بدم و براشون بگویم که شما به صورت بلاک کار نمیکنن، شما به صورت اینلاین کار میکنن، میتونم دیسپلیشان را براشون بگویم که شما دیسپلیتان به صورت اینلاین هست. حالا اگه من اینجا رفرش بکنم شما مشاهده میکنین که من تانستم اینها را در یک خط نشان بدم. اینا را به اندازه کانتنتی که میگیره آمده فضا گرفته. ببینین تگ انکر تگ یا تگ لینک به صورت اینلاین کار میکرد، کاری به اون نداره. ولی تگ ال چون که به صورت بلاک کار میکرد او را استیتش را حالتش چنج کردیم، لیاوتش چنج کردیم، گفتیم که شما به صورت اینلاین عمل کن. اینجا هم همین داستان وجود داره. پس شما خیلی راحت میتونین در حقیقت این کارها رو انجام بدین. میتونین در حقیقت اینجا برای شما مثلا بگوین که من میخوایم یک پدینگ یا مارجین بگیرم، مارجین مثلا رایت 10 پیکسل
یا اصلا مارجین بگیرم، حالا بسیار ساده میخوایم ببینیم، مارجین 10 پیکسل میخوایم اینجا در نظر داشته باشیم، از هم دیگه فاصله گرفت. پس تانستیم که چنین چیزی رو با هم دیگه داشته باشیم. حتی میتونیم برای بک‌گراند بتن یا خیلی خیلی کارهای دیگه انجام بتن. فقط میخواستم در این قسمت این کار انجام بدم که شما برای که بتونید مینیو رو جور بکنه از پراپرتی دیسپلی اینلاین استفاده میکنه. حالا اگه من روی این کلیک بکنم من انتقال میده به صفحه about، اگر روی کلیک بکنم من انتقال میده به صفحه کانتکت، اگر روی کلیک بکنم من انتقال میده به صفحه در حقیقت courses page. پس یعنی چیزی رو ما تونستیم با هم دیگه کریت بکنیم. پس استفاده دیسپلی ها یا یکی از استفاده پراپرتی دیسپلی ای هست که من میتونم همراهشون منو جور بکنم. موضوع بعدی که وجود داره این هست که ببینن همین پراپرتی دیسپلی ولیو خیلی میگیره، یعنی تعداد ولیو هایی که این پراپرتی دیسپلی میگیره خیلی زیاد است. ببینن من همین مثالی که برای شما کار کردم برعکسش هم صادق هست. یعنی چی؟ اگر دقت کرده باشین من در این قسمت، خب مثلا در این قسمت اگر من بیار قرار بتون اینجا من اصلا بیار قرار نمیتونم، بیار کار استانداردی نیست. من اینجا میایم کاری که انجام میتونم چند دونه اسپن قرار میتونم، مثلا نوشتم میکنم لورم 5، بعد از این دوباره اسپن قرار میتونم لورم 6، بعد از این یک دونه اسپن دیگه هم قرار میتونم لورم 3. اگر دقت کرده باشین المنت اسپن به صورت اینلاین کار میکرد. باشه که من یک دونه بیار فعلا قرار بتونم. باز ما میخوایم که از بیار نباید در صفحات وب ما زیاد استفاده بکنیم. یک دونه دیگه هم قرار میتونم، یا برای که بهتر خوانده ببخشین من ایره باید بیرون این قرار بتون داخل یو آی قرار دادم. خب حالا بهتر شد. اگر ببینین بیام اینجا اینسپکت بگیرم، شما مشاهده میکنین که چون که حالت دیفالت اسپن به صورت اینلاین هست، اینجا آمده برای من به اندازه کانتنتی که خود اسپن گرفته عرض صفحه وب را اشغال کرده. این هم همین قسم. ولی من نمیخوایم این قسم باشه، من میخوایم اینها به صورت بلاگ عمل بکنن. درسته است؟ باید چیکار انجام بتونم؟ برای که بتونم این کار انجام بتونم میتونم بیایم در این قسمت بگویم که تمام اسپن ها دیسپلیشان بلاک شود. میبینین برعکس ای. خب اگر سیو کنم شما میبینین که من تونستم حالت اسپن را به بلاک تبدیل بکنم. چنین کارهایی شما میتونین خیلی راحت انجام بدین. حتی برای تگ ای هم شما میتونید کار انجام بدین که طبیعتاً اون هم به صورت اینلاین کار میکنه و اگر بخوایم به صورت بلاک کار بکنه این کار انجام دادن میتونه. اگر من پایین تر بیایم خب شما تمام المنت های بلاک رو میتونه اینلاین بکنه، تمام المنت های اینلاین رو میتونه بلاک بکنه. خیلی ساده دیگه، میتونه خودتون یک بار ببینن. در این قسمت همون قسمی گفتم پراپرتی دیسپلی ولیو زیاد میگیره. دو دانه از اونها رو ما با هم دیگه اینجا دیدیم، اینلاین و بلاک. ما میتونستیم بگویم دیسپلی اینلاین و دیسپلی بلاک. ولی خب ما میتونیم برای دیسپلی ولیو های دیگه هم بتیم، مثل کانتنتس، مثل فلکس، مثل گرید، اینلاین بلاک، مچم اینلاین فلکس، اینلاین گرید. اینا رو میبینه چقدر زیاد هست. اینا را کلش هم میتونیم برای دیسپلی ولیو بتیم، هر کدامشون یک کاری رو انجام میده. خب ولی فعلا قبل از اینکه ادامه بدیم میخوایم در مورد دو موضوع صحبت بکنیم که خیلی مهم هستن. یکیش در مورد ولیو نان هست و یکیش در مورد یک پراپرتی میخوایم صحبت بکنیم به نام ویزیبیلیتی. ببینیم اینها چه فرقی با هم دیگه دارن، یا مثلا دیسپلی نان با ویزیبیلیتی هیدن چه فرقی دارن. بریم با هم دیگه با هم دیگه ببینیم که فرقایشان چی است. در این قسمت من کاری که انجام میتونم یک فایل دیگه جور میکنم که این هم داشته باشین. من نامش هم میتونم با نام hidden versus none.html. اینجا من
اسم قرار مترم hidden versus none. خب کاری که اینجا انجام میتونم یک h1 تعریف کنم و براش میگم this is مثلا visible heading یا میتونم همین درست است و اینجا هم h2 قرار میتونم و مثلا میتونم براش بگم this is a hidden heading. درست است و یک پاراگراف قرار میتونم لورا 10 به همین سادگی. اگه من سیو بکنم و در این قسمت بیایم این را اجرا بکنم شما مشاهده میکنید چنین چیز رو من اینجا دارم. من این رو هم کلوز میکنم. چنین چیز رو من اینجا دارم که این رو من میخوایم هیدن بسازم. ببینید شما به دو صورت میتونه این رو هیدن بسازه. یکی که بیاین در اینجا مثلا بیایم بگویم که استایلش را بیا پاراگراف را برای من دیسپلیش را نان بساز. اگه من اینجا بیایم دیسپلیش نان بسازم ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینجا میایم رفرش میکنم ببینیم این فضایی که بین این در حقیقت تگ و این تگ وجود داره این فضا کاملا از بین میره. میبینن ببخشید من میخوایم چه تور هست بسازم ببخشید این قسمت دقت دارین که قبل از اون من چنین چیز را داشتم. قبل از اینکه من این کار انجام بدم چنین چیز را داشتم ولی بعد از اینکه من دیسپلی هیدن را استفاده کردم کاملا این فضا از بین میره و در حقیقت اون فضایی که اینجا وجود داره از بین میره. اگه من اینجا اینسپکت بگیرم ببینم چه اتفاقی افتاده در این قسمت. دقت دارین در این قسمت برای من h2 دیسپلیش را نان کرده و این کاملا برای ما آمده ریمووش کردم. ولی اگر من به جای از این دیسپلی نان بیایم نوشته بکنم visibility hidden، اگر من سیو بکنم شما مشاهده میکنین که در این قسمت اون فضا رو از بین نبرد. یعنی این قسمی این h2 درست است که برای من هیدن شده یا به معنایش اگه دقت کرده باشین هیدن یعنی محو شده. درست است که محو شده ولی فضایش وجود داره. این فضایی که بین دو دانه وجود داره از بین نرفته. چرا؟ چون ویزیبیلیتیش من هیدن کردم. درست است؟ پس این فرقی که بین ویزیبیلیتی و در حقیقت دیسپلی نان و ویزیبیلیتی هیدن هست را هم با همدیگه متوجه شدیم که واقعا اگر بخواین یک المنت را ویزیبیلیتی هیدن بسازین، چون ویزیبیلیتی هم یک پراپرتی هست که ما در موردش صحبت میکنیم، ولی همینقدر بفهمین که اگر من ویزیبیلیتیش هیدن بکنم در حقیقت او فضا از بین نمیره، فضا همچنان وجود داره. خب موارد بعدی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم این هست که بریم در مورد ولیوهای دیگه هم صحبت بکنیم یا یک کار بیاین انجام بدین. بیایم یگان مسائل هایی را در این قسمت با هم دیگه کار بکنه. من کاری که میخوایم اینجا انجام بدم این هست که من را برمیدارم در این قسمت. من نوشتم میکنم example.html. خب در اینجا من به این صورت example را استفاده میکنم. کاری که من اینجا انجام میدم این هست که در ابتدا نوشتم میکنم h1 the display property یا properties یا property، درست از property display یک properties. و در این قسمت کاری که انجام میدم در ابتدا میایم یگان مثال هایی را برای شما کار میکنم. ببینن من اینجا نوشتم میکنم h2 و اول از دیسپلی نن شروع میکنم که در ابتدا از دیسپلی نن یا ولیو دیسپلی نن شروع بکنم و مثال گفتن و بعد بریم ببینیم چی میشه. در این قسمت دیسپلی نن را من میخوایم مثال بزنم. خیلی عالی. من کاری که اینجا انجام میدم این هست که پاراگراف در نظر میگیرم، در خود پاراگراف و اسپن در نظر میگیرم، تکست 1 و الی آخر.
تکست 2 تکست 3 تکست 4. خب برای خود این پاراگراف میایم کلاس در نظر میگیرم، مثلا کلاس example 1 درست است و در این قسمت میایم از همین چند بار داپلیکیت میکنم. example 2 example 3 example 4. اونایی که پرکاربرد هستن را این هم 5 ببینم 5 درست است. example 5 رو همینجا با هم دیگه در نظر میگیریم. یک دونه دیگه هم در نظر بگیرم چون فکر میکنم یک دونه کم است. example 6 چون ولیو های مختلفی که اینجا وجود داره رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. خب بعد این قسمت میایم کاری که انجام میتونم برای پاراگراف. خب برای پاراگرافی که اینجا وجود داره قبل از اینکه من این را ادامه بدم میتونم این را استفاده بکنم در اینجا. خب من میتونم بگویم دیسپلی این را میخوایم اینلاین بکنم اینلاین. خب example 3 را هم من میخوایم اینجا در حقیقت بلاک بکنم. در این قسمت من این را هم example 4 را میخوایم دیسپلیش را در حقیقت اینلاین اینلاین بلاک بکنم و example 5 را هم میخوایم از فلکس استفاده بکنم و example 6 را هم میخوایم از گرید استفاده بکنم. بین این همه ولیو هایی که دیسپلی میگیره همین چندانا رو یاد بگیریم بیخی کفایت میکنه. اینا واقعا پرتکرار هستن، اینا استفاده میشن. بریم با هم دیگه اینا ببینیم که چی هستن این ولیو ها و چه کاربردی دارن. اگه من این رو سیو بکنم فعلا و در این قسمت بیایم اگزمپل رو رن بکنم، شما چنین چیز رو میتونید اینجا مشاهده بکنین دیگه. بسیار ساده میتونین این رو مشاهده بکنین. من یک ذره رنگ و لاب این رو مقبول تر بکنم که شما بتونین بهتر ببینین. من میتونم بعد از تایتل یک استایل براش در نظر بگیرم و بگویم که پاراگراف ها رو برای من بک‌گراند کالرش رو بلو بکن و همین قسم یک پدینگ 10 پیکسل هم براش بده. ببینم که چی شد. خب چون این چیز رو من اینجا دارم کالرش رو هم میتونم برای اسپن در نظر بگیرم. اسپن رو هم انتخاب میکنم و در این قسمت بک‌گراندش رو بک‌گراند کالرش رو ما میتونم رد در نظر بگیرم، کالرش رو وایت اسموک در نظر میگیرم و پدینگش رو هم 10 پیکسل در نظر بگیرم. ببینم که چه قسم شد. خب چنین چیزی رو من فعلا دارم در این قسمت که اگه متوجه شوین چون که من در اینجا از تگ پاراگراف استفاده کردم. خب اینجا از تگ پاراگراف استفاده کردم، خود پاراگراف برای من به صورت بلاک عمل میکنه. اگر اینجا این اسپکت هم بگیرم شما بهتر متوجه میشین. اگر اینجا این اسپکت بگیرم شما متوجه میشین که خود پاراگراف برای من به صورت بلاک عمل میکنه، چون متوجه هستین دیفالت پاراگراف به صورت بلاک عمل میکنه، ولی اسپن ها چون به صورت دیفالت به صورت اینلاین عمل میکنن فقط اون قسمتی را گرفتن که اینجا، یعنی همون قدر فضا رو گرفتن که به اندازه در حقیقت کانتنتشان هست. حالا من کاری که میخوایم اینجا انجام بدم این هست که میتونم در قسمت بالا بیایم در اینجا و میتونم بگویم که خب از کامپاوند سلکتورها استفاده میکنم. اول پی را استفاده میکنم، بعد براش میگم که برو example 1 example 2 example 3 4 5 و 6 را برای من بخوان. چه قسم اینجا براش میتونم بگویم که شما از پی برو example 1 را بخوان. خب این دقت کرده باشید من میخوایم دیسپلی ای را نان بسازم. فعلا که چنین چیز را ما داریم. خب همین که دیسپلیش نان بسازم ما دیدیم دیسپلی نان فضایی که اشغال کرده را در حقیقت از بین میبره و ای را نان میکنه. ببینین کامل فضا را از بین برد. همیاله ای را ویزیبیلیتیش هم هیدن میکنم، فضا را دیگه از بین نمیبره. پس اینجا هم یک مثال خوبی بود که ما با هم دیگه کار کردیم. این را همو دیسپلی میکنم و این را هم نان در نظر میگیرم.
بریم در مورد مثال دوم. فعلا این قسم یک موضوع وجود داره. پی را انتخاب میکنم و براش میگم اگزمپل 2 را که در حقیقت ای element هست را میخوایم در حقیقت یک ولیو براش بتون. من میگم که تو بیا دیسپلیش را برای من ببینید. این دیسپلیش به صورت دیفالت فعلا بلاک هست. من میخوایم دیسپلیش را اینلاین بسازم. همین که ایرا اینلاین ساختم به اندازه فضایی که پاراگراف میگیره فضا رو اشغال کرده یا عرض صفحه وب رو اشغال کرده. پس ایرا ما آمدم در حقیقت اینلاین کردم. دوباره میخوایم برای اگزمپل 3 که بلاک هست میخوایم کاری که انجام بتم میخوایم اینا رو بلاک بسازم. ببینیم چی میشه. به این قسمت و پاراگراف دات اگزمپل 3 و دیسپلیش را بلاک بکنم. ببینن این دیسپلیش بلاک هست و اگه من رفرش بکنم همچنان بلاک باقی میمانه. ببینن اینجا دیسپلیش بلاک هست، همچنان بلاک باقی میمانه. من کار خاصی انجام ندادم چون پاراگراف دیسپلیش بلاک هست. اینجا هم برای من ایرا بلاک در نظر گرفته. ولی اگه ما بیایم بگویم که اسپن ها را اینجا نه براش مثلا بگویم که تو بیا این اسپنی که اینجا وجوده فکر کنم مثالش داریم. با هم دیگه مثال میزنه. فعلا دقت داشته باشین که در این مثالی که اینجا وجود داره تغییری ایجاد نشد. چرا؟ چون که پاراگراف دیفالت بلاک هست. من اومدم دوباره دیسپلیش بلاک کردم، یعنی فرقی اونجا ایجاد نشد. خب بریم برای بعدی. ببینن من پی را انتخاب میکنم، اگزمپل 4 هم انتخاب میکنم. در این قسمت من میخوایم از اینلاین بلاک استفاده بکنم. من اگه بگویم دیسپلی اینلاین، خب دیسپلی اینلاین در 4 ای هست دیگه. اگه دیسپلیش اینلاین بگویم چنین چیزه برای من ایجاد میکنه. اگه اینلاین بلاک بگویم برای من ای قسم میکنه، اینلاین بلاک. دقت دارین که آمد برای من دیسپلیش اینلاین بلاک کرد که در حقیقت هم موضوعی هست که من در این قسمت میتونم ببینم. خب در این قسمت میتونم اون رو ببینم. این کاری که انجام داد این را آمد اینلاین بلاک کرد. به صورت دیفالت اگر من این را قرار نتونم یا اصلا براش هیچ در حقیقت این را اعمال نکنم، به صورت دیفالت این را به این صورت نشان میده. ولی اگه اینلاین بلاکش بکنم برای من میه به این صورت نشانش میده. هیچ فرقی با بالایی نکرد، با اینلاین نکرد. پراپرتی یا ولی بعدی که من میخوام در نظر برش بگیرم به نام فلکس هست. پاراگراف اگزمپل 5 و دیسپلیش را من در حقیقت فلکس در نظر میگیرم. اگر فلکس در نظر بگیرم این را اگه ببینن برای من هر 4 دانش هم مرج کرد. اینجا یک دانه فضایی را براش در نظر گرفت. چرا؟ چون اینها را با هم دیگه یک قسمی او پدینگ هایش از بین برد، او مارجین هایش از بین برد و اینها را با هم دیگه مرج کرد. ببینن قبل از ای به این صورت بود، ولی همین که من ای را اعمال کردم اینجا برای من پدینگ در نظر گرفت و ای را قسم با هم دیگه مرج کرد. همین قسم شما میتونین از گرید هم استفاده بکنید. من پاراگراف انتخاب میکنم اگزمپل 6 و در این قسمت دیسپلیش را میام گرید در نظر میگیرم. اگه سیو بکنم و در این قسمت ببینین گرید را هم برای من آمده به این صورت در نظر گرفته. ببینین ما یک موضوعی را داریم در رسپانسیو کردن وبسایت ها به نام گرید لیاوت. ببینین شما صفحات وبتان خب زمانی که در بوتسترپ رسیدیم کاملا در مورد این صحبت میکنم که بوتسترپ یک فریم ورکی هست که صفحات وب ما را به 12 گرید 12 قسمت تقسیم میکنه که هر قسمتش را میتونیم در حقیقت یک مثلا میتونیم به صورت کال یا را اینا جورش بکنیم که ما زمانی که به بوتسترپ رسیدیم کاملا در مورد گرید سیستم خود بوتسترپ صحبت میکنم. ولی فعلا دقت داشته باشین که
من در این قسمت زمانی که میگم اسپن ما کل عرض صفحه وب را گرفته، ببینن اسپن فعلا کل عرض صفحه وب را گرفته. دلیلش این هست که ما آمدون گفتم که در این قسمت ببینن من گفتم پاراگراف را بیا برای من گرید بکن. یعنی چی؟ ببینن در خود اگزمپل 6 که در این قسمت وجود داره 4 دانه از این المنت ها وجود داره که هر المنتش آمده به صورت گرید دیزاین شده. یعنی چی؟ یعنی کل عرض صفحه وب را گرفته. خود این گرید را ما پسانتر زمانی که بوتسترپ رسیدیم میبینیم که شما میتونین که درست است که شما ای را در حقیقت از اینجا تا اینجا یک رکورد میبینین، ولی میتونین در بوتسترپ ای را به 12 بخش تقسیم بکنین. خب که باز اونجا بیشتر در موردش مطالعه میکنم سیستم گرید خود بوتسترپ را، ولی فعلا فقط متوجه شوین که من زمانی که روی از این پاراگراف گرید را اعمال میکنم هر آیتم ای را برای من به صورت بلاگ تبدیل میکنم. به همین سادگی من روی پاراگراف آمدم دیسپلی گرید را اعمال کردم، ولی این کاری که انجام داد تمام المنت هایی که اینجا وجود داره را برای من آمد به صورت بلاگ اینجا آمد کار کرد. اگر من مثلا اینجا بیایم بگویم که از تگ ایمیج هم استفاده بکنم یا حتی از تگ مثلا انکر تگ هم استفاده بکنم، بگویم که مثلا کلیک می و اینجا هم حالا یک چیز باشه مثلا http example.com بر فرض مثال. ما اگه بیایم در این قسمت من چون تگ پی را انتخاب کردم من میتونم یک کار دیگه اینجا انجام بدم. من ای را هم انتخاب بکنم یا اصلا تگ ای را انتخاب بکنم و براش بگویم که بک‌گراند کالرش را برای من بلو وایلت کن و کالرش را هم برای من وایت کن و همین پدینگ براش بتونم پدینگ 10 پیکسل مثل بالایی شود. اگه من یه سیو بکنم و در این قسمت رفرش بکنم در این قسمت میبینن حتی آمد تگ ای را هم برای من به صورت بلاگ تبدیل کرد. گریدی کار انجام میده که شما زمانی که آمدن پرنت تگ را براش دیسپلی در حقیقت گرید دادن، تگ های درونی برای شما به صورت بلاگ تبدیل میکنن. به همین سادگی. خب بریم یک مثال دیگه هم با هم دیگه کار بکنیم که این مثال در حقیقت در این مثال اگر بخواین در حقیقت یک ذره مثال بهتری باشه میشه که جاوا اسکریپت رو هم داخلش بکنیم. من کاری که اینجا انجام میتونم چون که این مسئله که میخوایم بزنم فکر کنم در خود WC اسکول وجود داره که فکر کنم فعلا اگر فقط نشانتان بتونم کفایت میکنه. ببینن در این قسمت من دیسپلی نن دارم. اگر من ای را مثلا حذف بکنم، خب اگر حذف بکنم شما مشاهده میکنین که برای من دیسپلیش نن کرد، یعنی کامل از بین بردش، ولی ویزیبیلیتیش از زمانی که هاید میکنم میبینن آیتم در حقیقت از بین رفت ولی فضایش مانده. همون کاری که ما اونجا انجام دادیم. فکر نکنم فعلا نیاز باشه چون که اینجا باید یگان موضوعات جاوا اسکریپت هم خوانده باشیم که اگر اونا رو نخوانده باشیم خب در اینجا با مشکل برمیخوریم. به نظر من فعلا کفایت میکنه برای دیسپلی و میشه که مسائل دیگر رو خودتون کار بکنه. بریم سر وقت مکس ویت که در این قسمت شما میتونید اون رو مشاهده بکنه. مکس ویت را ما قبلا کمکی در موردش صحبت کردیم. مکس ویت و مکس هایت و مین ویت و مین هایت. ببینید موضوع بسیار موضوع ساده ای هست که در این قسمت شما میتونید اون رو مشاهده بکنید. اگه من این را باز بکنم ما بیشتر اینا را در قسمت در حقیقت مثال ها بیشتر از اینا استفاده میکنیم. فقط دقت داشته باشین که من زمانی که میایم مثلا این را 500 پیکسل در نظر میگیرم و این را هم 500 پیکسل در نظر میگیرم، خب این بیشترین حالتش 500 پیکسل هست. خب بیشترین حالتش 500 پیکسل هست ولی خردتر میتونه شود. یعنی چی؟ باشی من همین مثال رو در این قسمت برای شما بزنم شما بهتر شاید متوجه شود. ببینن در این قسمت من این را نوشته میکنم مکس یا حتی میتونم ویت در نظر بگیرم.
که مسائل جامع باشن. در این قسمت من میام ایرا پیستش میکنم. دقت دارین که من آمدم در این قسمت یک دیو در نظر گرفتم، در اینجا هم یک دیو در نظر گرفتم، در اینجا هم یک استرانگ و اینا در نظر گرفتم. فعلا کاری به این نداره. میرا پاک میکنم. اگه من سیوش بکنم در این قسمت بیام ایرا یا رنش بکنم، چنین چیزی رو من اینجا میتونم مشاهده بکنم. دقت دارین که من برای این کلاس اگزمپل 1 آمدم گفتم که تو ویتت باش 500 پیکسل، یعنی مشخصا ابسولوت براش گفتم که ویتت 500 پیکسل یا عرض صفحه، عرض همون محتوایی که اشغال میکنی 500 پیکسل هست. درست است. مارجینش هم آتو دارم. در مورد مارجین آتو صحبت میکنم انشاءالله. باردر هم انشاءالله صحبت کردیم. در اینجا من براش گفتم عرض صفحه ویت 500 پیکسل باشه. در اینجا من براش گفتم مکس ویت 500 پیکسل باشه. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ فعلا که من فرق آنچنانی اینجا نمیتونم مشاهده بکنم، ولی همین که من ایرا خرد بسازم، ببخشید ببینید اگر من بیایم این صفحه رو خرد بسازم، خب چیزی که اینجا شما مشاهده میکنین برای من اسکرول آورده. چرا؟ ببینید اینجا من آمدم ویت دادم، گفتم که همین المنت 500 پیکسل باشه، این المنت 500 پیکسل باشه، در حالی که اینجا مکس ویت براش دادم، گفتم بیشترین حالتش یا بیشترین ارزش 500 پیکسل باشه، ولی کمتر بودن میتونه. ولی من اینجا براش مطلق گفتم که تو شما 500 پیکسل بودن میتونی، کمتر حق نداری. ولی در قسمت پایین کمتر بودن را ذکر نکردم، گفتم بیشترین ارزش 500 پیکسل باشه. اگر من بیایم یک کار اینجا انجام بدم، مثلا در این قسمت ای را ما بگویم 200 پیکسل یا 300 پیکسل، خب اگر دقت بکنین من فعلا چنین چیز را دارم. پایینی براش گفتم مکس ویت 500 پیکسل هست، ولی میتونم ای را در حقیقت اگر این قسم بکنم اینجا اسکرول دیگه ندارم. خب اسکرول دیگه ندارم ولی در قسمت بالایی من اینجا اسکرول میتونم داشته باشم. یکی از مشکلاتی که این مکس ویت برای من حلش کرده همین اسکرول افقی هست که اینجا وجود داره که اگه هر دوتایش 500 باشه برای من اسکرول افقی میخوره. این دلیلش این هست که دلیل یا مشکلی هست که ویت داره که این مشکل مکس ویت از بین برده. چیز پیچیده ای نیست، فقط زمانی که شما میایین از در حقیقت ویتو اینا استفاده میکنن، هایت استفاده میکنن، من پیشنهاد میکنم که بیشتر از مکس و مین ویتو اینا استفاده بکنن، از دو پراپرتی استفاده کنن بهتر هست و یک قسم برای ریسپانسیو کردن وبسایتان بیشتر میتونه کمکتان بکنه. حتما از این پراپرتی ها در تمپلیت ها استفاده میکنه. خب فکر کنم برای امروز باید کافی باشه. ما در جلسه بعد میپردازیم به پوزیشن و زد ایندکس که دو موضوع یا دو پراپرتی خیلی خیلی پرکاربردی هستن که ما در تمپلیت ها حتما از اینا استفاده میکنیم. و بعد در مورد اوورفلو و فلوت هم انشاءالله اگر تایم یاری بکنه انشاءالله صحبت میکنه. خب اینطور هستم که این ویدیو براش مفید واقع شده باشه و استفاده کافی را از این ویدیو برده باشین. تا ویدیو جلسه آینده شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.